خدمت همه بینندگان عزیز سلام دارم، شبتون خوش. این برنامه آفساید نیست، این برنامه پنالتی و در اون فقط 5 پنالتی میزنیم. دکورش هنوز یکم شبیه آفساید، اما مهم نیست. تو این برنامه فقط در مورد موضوعاتی صحبت میکنیم که توی آفساید نیستن. در مورد این موضوعات ما امشب خیلی متاسفم چون با این حرفت همین رفتی تو آفساید. نمیشه که ما اونورتر مرسی. خیلی ممنون. اونورتر جا باز کنی. آره چون ما اساساً موضوعی که آفساید خور نباشه نداریم، یعنی همه موضوع تو آفساید میگنجن. یعنی اساساً برنامه پنالتی یعنی ضرورتی نداره. مرسی. اما من خیلی استقبال میکنم که تو این ویژه برنامه منو همراهی کنی. میدونی موضوع برنامه‌مون چیه؟ نه نمیدونم. همچین اتفاقی اومدم اینجا نشستم مثلا خالی و ذهن، تام نبودی اصلا هیچی. اشکال نداره. من چیزی نمیدونم. اوکی. این مطلب بخون تا من بینندگانو توضیح بدم بهشون که موضوع برنامه‌مون چیه. چون وقتی است من از همه مقدمات میگذرم و مستقیم میرم سراغ اصل مطلب. این سفید. آره تو همین سطور نانوشته بگرد، چیزی که متوجه بشی توش هست. هر سال مقاومت ایران توی اواخر بهار یا اوایل تابستون یک گردهمایی برگزار میکنه که مشکلات زیادی ایجاد میکنه. البته نه برای ما یا شما، بلکه برای خوندی مطلبو؟ آره خوندم. برای کی مشکل ایجاد میکنه؟ برای این یارو. حدود 17,000 شهید ترور در این چند سال در کشور بودند، همونهایی که این جنایات عظیم و تکان دهنده را مرتکب شدند رفتند در آغوش غربی ها، از طرف آنها استقبال شدند. امروز هم شما میبینید میرن در پارلمان های غربی، در آمریکا، در اروپا، در مراکز دولتی اینها، در مراکز سیاسی اینها حضور پیدا میکنن و از طرف اونها استقبال میشوند. میدونم این صحبتاش مثل همیشه خیلی ابهام‌آلود بود، به خاطر همین و برای واکاوی این حرفا گفتگو میکنم با کارشناس برنامه آقای کاوشگر. بله. کاوشگر. آقای کاوشگر، این صحبت‌های سیدعلی که الان شنیدیم دقیقاً مربوط به چه زمانی بود؟ عرض کنم حضور اولتون که این صحبت‌ها دقیقاً مربوط به روز 9 تیر سال 1393 هست که 3 روز بعد از همون گردهمایی جنجالی که قبلش جنابعالی شما فرمودید. بله. این مربوط. حالا اون افراد خطرناکی که گفت خیلی کارهای تکان دهنده و ترسناک میکنن، از این افراد منظورش کی بود دقیقاً؟ برای اینکه کار شما رو ببینید ساده بکنم، من تصویری از این افراد بسیار خطرناک با خودم آوردم که الان اینجا خدمتتون نشون میدم. فقط قبلش به شما و بیننده هاتون هشدار بدم که این تصاویر افراد بسیار خطرناکیه. سوالی که اینجا ایجاد میشه اینه که اگر این افراد اینقدر خطرناکن، پس چرا این همه شخصیت خارجی اومدن تو جلسه اینا؟ یعنی اینا نگران نبودن که یه وقت ممکنه براشون اتفاقی بیفته تو این جلسه؟ نه اینا اصلا خودشون خبر نداشتن، اصلا نمیدونستن. یعنی می‌خواستن برن مثلا مکدونالد یو دیدن وسط یک جمعیت 100,000 نفری. یعنی جان بولتون، جولیانی خبر نداشتن کجا می‌خواستن برن؟ خبرگزاری فارس نمایندگی دائم نظام در سازمان ملل در مقاله‌ای در واکنش به حضور جان بولتون، رودی جولیانی و جوزف لیبرمن و برخی چهره‌های سیاسی سابق آمریکا در گردهمایی سازمان مجاهدین در پاریس آن را نشانه جهل و بیخبری کامل آنها از ایران خواند. این در حالی است که منافقین به راحتی در اروپا فعالیت می‌کنند و به اقدامات و جنایت‌های خود ادامه می‌دهند. آقای کاوشگر، آیا میتونید نمونه‌هایی از جنایات این افراد در اروپا رو نام ببرید؟ ببینید در این زمینه کارنامه بسیار پرباری دارن، مثلا تجمعات اتوبوسی، بعد اشغال هتل‌ها، آشنا کردن کفش با چهره مقامات نظام، پاره کردن عکس‌های مقدسات نظام،
و اقداماتی از این قبیل که من سندش رو همه رو دارم. الان اینجا بهتون نشون میدم. اون فیلمو پخش کنین لطفا. خواهش می‌کنم پخش کنین. با تشکر از آقای کاوشگر و اسناد و مدارکی که همراه خودتون به برنامه ما آوردید. خب حالا بالاخره این گردهمایی جنجالی خطرناک تکان دهنده زلزله آور کجا میشه نتیجهش رو دید؟ اون عینکو بده. عینکو بده. در این زمینه من مدرکی آوردم که ما رو از هر توضیحی بی‌نیاز میکنه. این دقیقاً چه نوع مدرکیه؟ در واقع یه نوع دماسنجه که باش میزان سوختگی رو میسنجن. ببینید. منافقین به راحتی در کشورهای اروپایی فعالیت می‌کنند و با مسئولان آنها نشست و برخاست دارند. نمونه عینی و آشکار آن برگزاری نشست سیاسی گروهک منافقین با مسئولان اروپایی و آمریکایی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1392 در پاریس بود که اعضای ارشد منافقین در کنار مسئولان آمریکایی و اروپایی حضور داشتند. اگر تاثیرش اینه این که خیلی باحاله که بابا این اصلا خودش یک پنالتی تو دروازه سیدعلی محسوب میشه، همینجوری گل. خب بینندگان عزیز، پس میریم که داشته باشیم تا با یک ارنج 444 این دفعه هم دروازه سیدعلی رو گلبارون کنیم. 444 که نمیشه، ارنج باید جمعش بشه 10 تا. اما الان 12 تا این چجوریه؟ نه دیگه بچه‌ها تو کار تهاجمن دیگه. تو می‌خواستم بگم 448. میرن زیاد میرن، گل می‌زنن. صدا